بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله. حال شما بخیر؟ سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من بیخی هستم، از دبی زنگ میزنم. بفرمایید. میخواستم با انصاری صحبت کنم. میشه؟ شما دارید با من صحبت میکنید در استودیو. بفرمایید برادر عزیز، صداتون داره پخش میشه. خیلی ممنونم از شما. همه ایرانیان از شما تشکر میکنم. سلامت باشید. از این برنامه خوبی که دارین مردم رو نصیحت میکنین. ولی اینا 35 ساله دارن دروغ میگن به مردم، به این مردم را کشیدن سر قبرها و امامزاده میگن که دعا کنید از امامان هرچی میخواییم بطلبید. خب من میخواستم بپرسم از همه برادران و همشهریان، آیا درسته که شما خدا استغفرالله طلب چیز از حالا نطلبید، برین سر قبرها بطلبید؟ آخرش هم سر قبر این خمینی که خودش بعد از 8 سال جنگ با عراق خودش گفت که من یه لیوان سم نوشیدم تسلیم شدم، میشینه کاری برایشون انجام بده؟ چرا آقا این گول مردم ایران میذارن؟ 35 سال آقای خامنه‌ای نشسته میگه نه شرقی نه غربی یا مرگ بر آمریکا، حالا سر یه میز نشستن دارن گول مردم ایران میذارن. همیشه فقط تو کیسه خودشون هستن، پول مردم دارن جمع میکنن از سر امامزاده ها، از این پولای خمس تو برای خودشون یه درآمدی داشته باشن. یه سوالی داشتم برادر عزیز. بفرمایید. از همه شیعه های همشهریاتون، من ببخشید ایرانی خوب بلد نیستم، بفرمایید. بپرسین از ایشون مگه مکه و مدینه در ایران وجود داره یا در عربستان؟ بله. قرآن به زبان عربی اومده یا به زبان ایرانی؟ درست. پیامبر گرامی عرب بودن یا ایرانی؟ آل بیت شریفشون از صحابه عرب بودن یا ایرانی؟ خب چرا ایشون فوش میدن به مسلمانان سنی؟ میگن وهابی. مگه وهاب اسم خدا نیست؟ الوهاب. ما سنی هستیم. القدس تو کشور عربی، زبان مردم بهش زبان عربیه. احتراما به رسول پیامبر گرامی. تشکر از آقای خامنه‌ای میخواد تا مردم گول بزنن. درست. من انشالله در این مورد تشکر از شما. در این مورد انشالله کلیپی هم دارم که پخش میکنم. تشکر برادر عزیز. خیلی خواهش میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. برادر گرامی، همونطوری که شما فرمودید، قضیه تقدس و حب اهل بیت و دین و اسلام و قرآن و پیامبر نیست. قضیه تجارت، بزنس آیات اعظام و حجج اسلامه. ببینید، من بارها اینو گفتم و بر این حرفم تاکید میکنم که اینها عمدن اومدن مردم رو در فقر و بدبختی و جهالت قرار دادن. جهالت که میگم جهالت در علم و تکنولوژی نیست، جهالت در دین هست، جهالت در قرآن، جهالت در فهم سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. عملا مردم رو از قرآن دور کردن، حتی طلاب حوزه علمیه رو، حتی مدارس دینی رو، حتی در مدارس دولتی. شما ببینید به اصطلاح مضامینی که بهش توجه نمیشه بیشتر مضامین دینی است. به همه چیز میپردازن، در صدا و سیما، در رادیو، در روزنامه ها، در مجلات، در کتابخانه ها، الا به قرآن و علوم قرآن. و اون جنبه از قرآن رو که فقط یک نوع خودنمایی و به اصطلاح ابراز وجود باشه در بین مسلمان ها که بله ما هم به قرآن اعتقاد داریم و به قرآن احترام میذاریم، آره مسابقات قرآنی برگزار میکنن، قاریان قرآن میارن، تلاوت هم میکنن، لذت هم میبرن، اما معنیشو مردم نمیفهمن. شما برید از یک دانشجویی که با عرض معذرت و پوزش از همه عزیزانی که در دانشجو هستن، در دانشگاه ها درس میخونن در ایران، شما برید از یک دانشجویی که در دانشگاه داره درس میخونه بگید این سوره حمد رو بیا برای من تفسیر کن، یا این آیاتی رو که در قرآن در نمازت میخونی، همین سوره کوچیک قرآن رو بیا برام تفسیر بکن، ترجمه بکن. شاید که خوندنشو درستایی بلد نباشن،
مردم رو از قرآن دور نگه داشتن و مشغول کردن، چون مردم رو در فقر و در بدبختی و فلاکت نگه داشتن. طبعا شما جامعه‌ای که ببینید در اون فقر و بدبختی و مشکلات اجتماعی و مشکلات مالی زیاد باشه، مردم به طرف خرافات و سحر و جادو و پیر و ملنگ و زیارت و قبر و قبرستان بیشتر توجه میکنن، چون در عالم حقیقی اون خواسته های خودشون رو نمیتونن برآورده بکنن، دست به دامن به اصطلاح دنیای میتافیزیک میشن و امام زمانی که روی ابرها میگرده و امام حسینی که نمیدونم فلان جا هست و قبر و قبرستان و زیارت. و به خاطر همین ببینید که بعد از انقلاب منحوس خمینی میبینیم که بیش از 18,000 امامزاده در ایران پیدا شده. آیا این امامزاده قبلا متولد نشده بودن، تازه متولد شدن؟ یا صفویایی که این همه اعتقاد داشتن به مذهبشون، مجلسی و غیره که در زمان اون زندگی میکردن، این امامزاده ها رو 500-600 سال قبل پیدا نکردن؟ شما امروز با دستگاه های مینیاب و اینا پیدا کردید. امامزاده بیژن و نمیدونم امامزاده اسمایی براشون گذاشتن که بعضی اسمش خیلی خنده‌داره، اصلا آدم خجالت میکشه بیان بکنه. هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی رو من اینجا نشون میدم. دوستان عزیز، اگر که صدا و تصویر رو داشته باشن. علوية والقاء إلى الحصينة يوم الجمعة الصبح تنسحب المبالغ النقدية على عدد الأكياس وبإشراف اللجنة أيضا من الحصينة إلى المضيف. يتم عدل الفرز، الإخوان يقومون بعملية الفرز. اینجا بانک امامزاده ها و امامباره های عراق هست. اینجا بانک مراجع تقلید عراق هست. اون ایرانی بدبخت بیچاره 4 تومنی که جمع کرده، به جای اینکه در راه رفاه و آسایش خودش و خانوادهش مصرف بکنه، میره میریزه در این امامزاده ها و قبرهایی که در عراق هست. مراجع تقلید عراق هم دارن عیش میکنن. دارن پشت سر هم دارن وهابی میشن کم کم. کمال حیدری در راه هست، اون حسین مؤید که سنی شد، اونایی که الله سبحانه و تعالی بهشون عقل و بصیرت میده این مسائل رو درک میکنن. و شما دارید اونو گوشای خونه هاشون نشستن، شما از ایران پا میشید میرید پلاتون رو میریزید در اونجا و اینا دارن اونجا عیش و نوش میکنن. هر کدومشون هم حسابای بانکیشون دم از میلیون ها دلار میزنه. ببینید که چطور دارن این پولا رو حساب میکنن. لأنه تعرف العملة احنا ما ممكن ان نحسبها اذا تكون ما مفروزة. میگه اینا افرادی که در اینجا هستن دارن این پولا رو هر کدومش رو بر اساس پول هر کشوری که از جدا میکنن، بعد اونو حساب میکنن. ببینید این پولای ایرانی است که ریخته شده اینجا و مال هر کشور رو جداگانه حساب میکنن و هر روز صبح این کار انجام میشه. در اینجا در ضریح امام علی هست، در قبر منسوب به امام علی در اونجا، و این پولا رو میبرن و در بانک ها میریزن به حسابای بانکی که در اونجا هست. نثبت بقوائم وبكل حسابهم ندخلها ونعطيهم بإيداعاتهم. هم طبعا النقود في داخل ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكما ترون في صحن علي بن أبي طالب نحن وهذه ظني مهمتنا نفرزهم على الشفاء فرقون باي لأنه كانت بداخل الضريح این المقدس. پارچه هایی است میگه که اینجا برای طلب شفا و حاجات میریزن داخل ذریح و اینا این پارچه ها رو جمع میکنن در اینجا و نامه هایی که توش هست اینا رو میگیرن و حالا این نامه ها رو به کی میدن خدا میدونه. حقیقت ماجرا این است دوستان عزیز، بینندگان گرامی. تجارتی هست که آخوندها و مراجع شیعه به راه انداختن و عده‌ای انسان‌هایی که از دین بیخبر هستن میرن و پولاشون رو اینجا میریزن و اینا هم از این پولها در راه عیش و نوش و مصارف خودشون استفاده میکنن. و بدبخت و بیچاره کی است؟ همون که خسر دنیا و الاخره، هم دنیای خودش رو برباد کرده، هم آخرت خودش رو برباد کرده، هم مالش رو از دست داده و هم آخرت خودش رو تباه کرده با شرک ورزیدن به اینا. خیلی نکته جالبی است. ببینید متاسفانه بعضی از انسان‌ها جهنم رو با پول می‌خرن.
بهشت مجانیه. مردم برعکس فکر میکنن، میگن نه بهشت مجانی نیست، دوزخ مجانیه. نه، من برعکس میگم، بهشت مجانیه، 1 ریالت هم خرج نمیشه. نماز بخوان لازم نیست به کسی پول بدی، روزه بگیر لازم نیست به کسی پول بدی، حج بکن لازم نیست به کسی پول بدی، قرآن بخون لازم نیست به کسی پول بدی، مفت بدون 1 ریال میری جنت. شراب کسی که بخوره مجبور به پول بده شراب بخره، میره به جهنم. قماربازی میکنه پول میده میره به جهنم. ماشین سوار میشه خرج میکنه مصرف میکنه تا سر قبر میره، اونجا حاجت میخواد از قبر، شرک میورزه میره جهنم. زنا میکنه پول خرج میکنه میره جهنم. با پول دارن جهنم رو میخرن. اینایی که پول میریزن اینجا با پول دارن جهنم رو برای خودشون میخرن. چه بدبخت است کسی که هم دنیا رو از دست بده و هم آخرت خودش رو نابود بکنه.